ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори сеюм. نیوچه سرخور گپی گنده، کسی از من رنجت طعنه میزند، سرخور میگوید. نامعقول کردند بچم، سرخور گویند گفتن گیرند، به دلشان دهانی مردم و دشت خدا. فیض این نام را دیدم، بعضن تو را اسفندیار گفته گردم، افزایت بیجا کسلمند کارهایت ناپیش رو می شوند. فیض و برکت خانه می پرد. آدمان یک کاسه اوقات می آوردگیشان دیگر نمی بیارند. مرغام از تخم می مانند. باور کن بچم، همین خیل می شود. تجربه کردم. مان تو را سرخور گویند. ولی اسفندیار همیشه در فکری که چرا نامش سرخور هم شده. از کی پرسد؟ معلمانش به خاطر آمدند. نه، نمی تواند نزد یگان نفری آنها راز دل گشاید. شرم می دارد. یک همسایه‌شان آدمی نغز، بابای ازبک خواجه، پیر و کمپیر، فرزندهایشان از آن کس دور می زیهند. به آنها دسترسایی می کند. خدمتشان را به جا می آورد. از حوض مسجد خانهشان آب می کشاند. برای گاوشان درزه علف می برد. به جایشان نوبت پاده می رود. دعای پیر و کمپیر را می گیرد. باری به خانه بابای ازبک خواجه یک ماشین هیزم و یک عرابه کاخ آورده در پس دروازه شان ریختند. بچم اسفندیار کمتر یاری میرسانی؟ بابای ازبک خواجه اولین کسی که نامی او را گرفت سرخور نگفت. خوب شده است بابا. او از راه مکتب گشته کتاب و دفترهایش را در خانه ماند و لباسی دیگر پوشیده نزد بابا حاضر شد. آمدی بچم؟ آمدم بابا، مکتب نمی روم. همه کاه و هیزمهایتان را خودم می درارم. لیکن از شما یک چی می پرسم. راستی گپ را می گویید؟ چی می پرسی بچم؟ پرس. پیرمرد حیران شد. حاضر نی بابا، همه کارهایتان را که کردم بعد، لیکن شما راستی گپ را گویید. باز تأکید نمود سرخور. پرس بچم، حاضر پرس. کار هم که نکنی پرس، دانم جواب میگویم. بابای ازبک خواجه بیشتر در حیرت افتاد که این بچه خردکک از او چی میپرسیده باشد. نه بابا، گپ من یکتا، لیکن شما راستی گپ را گویید. باز تکرار نمود. سرخور همان روز جان را از خود نگفته از پگاه تا بیگاه کاه و هیزمهای بابای ازبک خواجه را در کاهدان و هیزمخانه شان جا بجا کرد. بعد نزد او که روی صوفه نشسته کتاب می‌خواند رفت. کارهایت بود شد؟ اکنون دعا دهید میگویی بچم؟ بابا سر از بالای کتاب برداشت. نه بابا، شما به من گویید که چرا مرا سرخور میگویند. اینجا چی گپ هست؟ سرخور عرقهای سر و رویش را که هنوز خستگیش نبرآمده بود پاک کرده به سؤالش
جواب خواست. بیا در پیشترم شین بچم. بابای ازبک خواجه سرخور را به پهلویش خواند. سرخور با سری خم، دستها پیشی بر، با آدابانه پایانتر در جایی نشان داده بابا نشست. بابای ازبک خواجه از بالای و پایان گپ انداخته، بعد به سری سؤالی سرخور گذشت. می پرسی که برای چی تو را سرخور می گویند؟ ها بابا، می خواهم فهمم. مصیبت شد بچم. غم و علمی که خدا به سر هیچ بنده خدا نه آید. لیکن بچم، تو گناهکار نیستی، در نصیبشان بوده است. بابای ازبک خواجه آهی به دردی کشید و افسود. یک خانواده آرام و آسوده در یک دو روز بعدی به دنیا آمدن تو چولمرگ شد. سوختن، برهم خوردن. باور کن حالا هم جان این آچه تو از سنگ بوده است که به همه آن تاب آورد. باز زندگی گفت و بچم گفته به پا راست گشته است. بابا باز آه کشید و آه کشید و بعد سبب سرخور نام گرفتن او را به تفصیل حکایت کرد. سالی رحمتی محرم و خاله سنم به جای رسیده و پسر نداشتند. در بار و بساطشان دو دختر دوگانک ها، فاطمه و زهرا. در عین سالی رفته در قدی سنم کودک می شود. زن و شوهر خرسند که فرزند می یابند، پسردار می شوند. طفل به دنیا آمد، پسر. حکایتش را به اینجا رسانده بابا رو به سرخور آورده. آن پسر تو بودی بچم، تو گفت. لیکن به عقیده بابای ازبک خواجه نقض نشده بوده است. بابا ندانسته که پدری سرخور شادی مرگ شده یا اجلش رسیده. چی شده نشده که پدری سرخور یک آدمی بی درد، بی کسل، سر به بالین می ماند و می میرد. در خانه غریو، آه و ناله. از روزی دفن محرم پدری سرخور یک دو روز نگذشته، سیاهی دور نشده، سنمی از غمی شوهری به جان برابر به خود نآمده، باز غم علمی گوش ناشنیده مرده دو دختر قدرسش فاطمه و زهرا را از دروازه درآوردند که به صدمه اتومبیلی دچار گشته بودند. در این 3-4 روزی گیروداری، مردداری و مردگور کنی، سنمی سینه چاک و از عالم بی خبر ندانسته که طفل نوزادش در کجا. بعضی زنهای همسایه گاهی از حال طفل با خبری می کردند، ولی نظرشان به او سرد.
کودکی شده او که بعد تولیدش اینقدر بی سر و سامانی، سرگردانی، ماتم. او بی پای و قدم، سرخور، حتی یک دو زن او را به دست گرفتن نخواستند، حذر کردند. گویا وی بی خاصیت بوده است. انا برای همین بابای ازبک خواجه در آخر حکایت باز رو به سرخور آورده تکرار نمود. انا برای همین بچم به سرخور مراجعت کرد. تو را سرخور گفتند و بعد جای نام اسفندیار نامت سرخور شد. بعد همین نام به تو شیشت. بعد آن روزی حکایت بابای ازبک خواجه را شنیدن، به سرخور نام گرفتنش اسفندیار تن داد. دیگر ملال نمی شد که او را سرخور گویند. سرخور چشم کشاده و مادری غمزده را دیده. غمی او را می خورد وی. دوره مکتب خانیش رسیده و وی برای تأمین زندگی مادر می دوید. از روزی ناگذرا چه زحمت‌هایی نمی کشید. همسایه ها چه کاری می فرمودند به پانی با سر می دوید. ماشین کاه و علفی از صحراها آورده آنها را از کوچه به کاهدان و بالاخانه هایشان می کشاند. هیزم می شکست. شاخ و شبه های درختانشان را در زمین بست. خاک و خاکستر می پرتافت. حولی می رفت. همش از بهر یک لبنان یا یک پیسه نیم پیسه ای که از در می در آورد به مادر می داد. بهر رضایت مادر از هیچ راه، از هیچ خوف و خطر رو نمی تافت. با آب و آتش هم خود را می افکند. از جر پریدن لازم آید می پرید. در همین روحیه تربیت می یافت. روز و روزگار خانه را عهده می کرد. نان و نمکشان مهیا، کمایی نی، محتاج دری خانه کسی نبودند. در صنف 5 یا 6 می خواند. گاوی با گوساله بابای نظر در سری قله یک تاره کوه درماند. چطور با چی راه گاو با گوساله‌اش آنجا برآمده به عقل راست نمی آمد. در تصور هم نمی گنجید. آدمان به گاو به قله بلند نظر انداخته بین خود چیهای نمی گفتند. از حیرت دست در گریبان به خانه هایشان برمی گشتند. گاو می ماند و کوه بدواهمه حواله‌اش به خدا. گاهی به آس می زد، مدد می خواست. اما کو امکانی که به تنه کوه بلندی آینسان لغژان پایمانی و بالا شوی. سرخور هم همراه آدمان در تنش جامچه کهنه‌ای بی قصب رنگ پریده، در میانش کمربند. در چی فکری بود که یک جا آرام ایستاده نمی توانست. نگاهش به کوه یک تاره‌ای بلند و گاو. راهروکی تنه کوه را خورده کرده بالای و پایین می دوید. بابای نظر سرخور به موی سفید صاحب گاو رو آورد. او خاموش غرق غم و درد خود گویا حرف سرخور را نمی شنید. بابا باز به او مراجعت کرد. چه می گویی؟ گاوتان را فرارم. چی گفتی؟ بابا گپش را تکرار نمود. گاوتان را فرارم. از همان قله کوه؟ ها، برآمده می توانم.
بابای نظر لحظه‌ای چی گفتنش را ندانسته خپ و دم ایستاد. مرده نمانی که باز یک بلای دیگر بسرم شوی. دفع شو، در نظرم نتاب. رو، همین تو نمی رسیدی. رو. بابای نظر یک خمچه دراز گرفته به بندی پایهای عریان سرخور زده او را از کوه پایان خماند. اما نمی دانست که همان روزهای بهار جای سرخور و بچه های دیگری دیه از پگاه تا بیگاه کوه بود. قله های بلند و تیغه های کوه را می برآمدند و می فرآمدند. درزه چکری و تارام سیاه علف و مادیل می چیندند. شب تاریک می شد. هرچند زن و فرزندان خردسالش از تفهای جامه بابای نظر گرفته می کشیدند که به خانه برگردند، کوه جای ایستادن نه، خنک می ترسیدند. تفها به معنای لبهایی. اما او به گپ آنها نمی در آمد. دلش به گاو و گوساله، زن و کودکانش نمی فهمند که با آسانی صاحبی این دو مالی خون در سر نشدند. آرزو داشتند که گاو گیرند. انگوری باغ و میوه های حولی را فروخته، حتی پولهای تخمی مرغهایشان را غن نمودند. نخوردند، نپوشیدند، شکمشان را قاق انداختند، گاو خریدند. به یک قاشق شیرش شکرانه گفتند. دیگر به خانه کسی شیر طلبی نمی رفتند. دارند ندارند، در بار و بساطشان همین یک گاوی با گوساله دارند. امیدی امروز و فردای بابا که نمیرد و زاید، گوساله هایش را می فروشند. خدا از آن روز پناه دهد. به سری بابای نظر یک بلای و بتر آید، بمیرد. گوری و کفنیش هم همین گاو. اما این بیبختی را بینید که کمبغل را از بالای شتر سگ گزیده. او از گاو و گوساله‌اش میماندگی برین. زن و کودکانی بی عقلش میگویند که به خانه رود، به راحت بخوابد. نه، گاو و گوساله را در کوه پرتافته نمی رود. کوه پوری گرگ و خیرس، هزار خیل جاندار. بابای نظر در کوه تاقی و تنها ماند. راست می گفتند کوه واهمه داشته است. از هر طرف صداها به گوشش می آمدند. سنگ می غیلید، ترقات تروق. یک قدم از وی دورتر درخت و بته های بی حساب، از آنجا خشیر خشیر و لاسی گرگ به گوشش آمد. یک سنگی کلان به نظرش خیرس برین تافت. او را واهمه گرفت. بابا را یگان گرگ و سگ نخورد که عالم پوری گپ شود. خبری که بابای نظر در کوه گرگ خورده است. در جایش دیگر ایستاده نتوانست. ترس بلای جان به عقیده خودش مردهش را به جانب خانهش کشید. ولی در خانهش کنی خواب. مارگزیده را خواب می برده و او را نی. چشم پوشیدن نتوانست. هوش و خیالش و گاو و گوساله. چند بار از خانه بیرون برآمد. آسمان ستاره زار، اما ستاره روز گم. روز نمی شد. صبح می دمید و به خیال بابای نظر روز روشن نمی شد. گوش به آواز اذان شد. گویا آن روز مؤذن مسجد را خواب برده. محتری اذان نشده بابا وای گاو و گوساله هم گفت و سوی مسجد دوید. ملا امام هم در نظر بابا آدمی بد. در نماز سوره های دراز را می خواند.
طاقتش نماند، نمازش را برانده از در مسجد برآمد. به وی گاو و گوساله‌اش عزیز. موی سفید با عصای درازی پیشش بیلچه‌داری دستش تکیه داده کوه می برآمد. هوای صبحگاهی در کوه تازه، فارم، آسمان صاف و بی‌غبار، کبکبود، یگان ستاره ها بالای سر درخشان، عالم زیبا، اما خیالی بابایی نظر به گاو و گوساله. به تگی کوه رسید و سراسیمه طرفی گاوش به قله کوه رو آورد. کنی گاو کجا شد؟ به چشمش نمی خلتید. باز نگاه کرد. گاو در جایش نبود. در پایهایش مدار نماند. بیمدارانه تکیه به عصا داده نشست. علمش آمده گریست. باز از جای برخاست. هیش آواز بلند کرد. اما از کجا صدایی؟ گاو نبود که نبود. گبزنی زن و فرزندانش به گوشش آمد. آنها می آمدند. زاری و التجا کرد که درست‌تر نگرند. گاو به چشمش نمی نماید. چشمانی بابا سیاهی زده اند، خیره شده اند. اما او غلط نکرده بود. زن و فرزندانش هم دیدند که گاو نبود. دلشان به زمین زد، به غم افتادند. گاو را گرگ ها خوردند. همه در تگ قله گردوغون ماتم گرفتند. ماتمی گاو و گوساله. جبر به یک عائله کم بضاعت، کم بغل. آفتاب از پس تیغه های کوه سرنشیب شد. نورهایش بالای سنگ ها غلتیدند. رنگ دادند به همه جا. رنگ های زرد طلایی، گلابی، سرخ چتاب. کوه غرق نور. همسایه ها می آمدند برای خبرداری، آگهی از حال و احوال بابای نظر، اهل بیت او. شنیدند که به گاو یگان گپ شده، کم بغلکان از گاوشان ماندند. تأسف به بابای نظر و اهل خانواده او. همدردی اظهار می کردند. خوب نشده است، جبر شده است می گفتند. سرها خم، چهره ها غم‌آلود، بعضی ها اشک هم می ریختند. آفتاب بالای سرها بلندتر می شد. در شاخه های کدام یک دولانه تنه کوه گنجشککان فیر پریده غجر غجور داشتند که به گوش بابا نمی فارید. به خیال او زمین و زمان اندوه آور. با وی غمگین. انا در همین هنگام به ناگاه صدایی به آسی گاو به گوش آمد. صدا را از همه اول بابای نظر شنید. ایستید. دست بالا کرد که همه خاموش شوند. می شنوید؟ به آسی گاو. باز و باز به آس می زد گاو. همه شنیدند، اما صدا از کجا نمی دیدند. در هیچ کجا گاو نمی تافت، ولی صدای آن باز و باز بلند. به نام خدا به آسی گاوی خودمان. دروغ نمی گویم، شناختم، گاوی خودمان. بابای نظر صدای گاوی خودشان را شناخت، ولی هر قدر به دور و نزدیک نظر می انداخت گاو نمی تافت. نهایت از پسی سنگ های بلندی خانمانند گاو نمایان شد. بابای نظر سهو نکرده بود.
همان مادگاوی شاخهایش چونگ چونگی، گردنش سفیدی خودشان، در بعاسش صدقه خانه را یاد کرده است. گاوی خودمان، با خدا که خودش پیرمرد دیگر به کسی اعتبار نداده، از شادی قنات برآورده سوی گاو پرواز کردن میخواست. به سنگها پیش پا خورده، گاه افتاده و گاهی خیسته طرفی گاو رفت. گوساله‌اش هم پیدا شد، بندش در دستی سرخور، در دستی دیگری سرخور، یک دنگلی دراز، با آن گاو را پیش انداز کرده می آمد. وی سرخور است؟ زنی بابای نظر کمپیری نزار ماه به چشمانش باور نمی کرد. ها چه؟ به خدا خودش سرخور. گلزیره دختری خوردی چپک زد. گاو یافته آورده است. دینه به ددم گفته بود که گاو تانه گرفته می بیارم. ددم وی را زدند، حقارت کردند. خدا زند این ددهی توی، فعلش بد گیزله بدقهر. بیچاره سرخور جان از خود نگفته کوه برآمده است. آچم خرسند شود گفته اوبالک، حرفی مهرامیز در حق طفلکان، خودش را به آو و علاو می اندازه. به گپ همراه شدند همسایه ها. آدمان بسیار اطراف گاو و گوساله و سرخور گرد آمدند. سرخور دست در گردن گوساله، چشمانش را می بوسید و سلفیده تو از خودم، گوساله حکی خودم، آن را مهربانی می کرد. بیچاره سرخور شمال خورده است. زنها بین خود گپ کرده غم او را می خوردند. از سرخور می پرسیدند که او چطور راه یافته به قله کوه برآمده است، کی این کار را کرده است، چطور گاو و گوساله را فراورده است، شب در کوه نترسیده است. به سرخور آفرین و تحسین می خواندند. کمپیری نزار ما از خرسندی در کرتش نغنجیده، دهانی بیدندانش واز، حالش خنداخند با خنده، بیا بچم به تو میمیرم بچم بیا، گفته چند پنجه مویز را که در آستین کرتش بوده است شادیانه گویان به سری سرخور و گوساله پاشید. خرسندی بابای نظر هم بی حد و حساب. به گفته خودش برای او دنیا میسر شده، این دنیا را برای او سرخور آورده. سرخوری که موی سفید وی را به قطار آدم نمی حسابید، نظرش نمی گرفت. دیروز خیمچه شب کرده از نزدش رانده بود. شما گفتار سیوم را از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.